بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و در روز 25 ماه می 2013 که برابر است با 5 خرداد ماه 1392 برنامه پویش را به شما پیشکش میکنم. در این بخش از برنامه امروز قرار بود با آقای دکتر مهرداد درویشپور گفتگو بکنم، ولی دو موضوع فکر میکنم سبب شد که آقای دکتر درویشپور شاید زمان رو اشتباه گرفته باشم و امروز تمام تلاش ما برای اینکه بتونیم با ایشون روی خط اسکایپ باشیم رو میسر نشد. آقای دکتر درویشپور فردا روز یکشنبه در برنامه پالتاکی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی برای ایران ساعت 2 تا 4 پس از نیم روز در روی خط پالتاک سکولار دموکراسی فور ایران 2 در این اتاق در مورد گردهمایی جمهوری خواهان لایک صحبت خواهند کرد و در مورد مسئله تحریم انتخابات ریاست جمهوری. قرار بود امروز هم من با ایشون در همین زمینه به گفتگو بنشینم، ولی به سبب اینکه فکر میکنم یک اشتباه همین روزها شده، با اینکه روز گذشته با ایشون صحبت کرده بودم ولی فکر میکنم که این 2 روز رو با هم اشتباه کردم و اصلا تصور کردن که یک برنامه است، با توجه به اینکه برنامه پویش رو هم اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی اسپانسر میکنه. این تداخل ذهنی و موجب شده که تا این لحظه نتونیم ایشون رو بر روی خط اسکایپ داشته باشیم. احتمالاً تشریف ندارن در کنار کامپیوترشون. کوشش خودمون رو ادامه خواهیم داد. در این فرصت باقی مونده به مسائل دیگری در زمینه مسائل انتخابات خواهم پرداخت و امیدوار هستم که شما از دیدن چهره و سخن من به صورت یک سویه خیلی خسته نشین، ولی کوششمون رو خواهیم کرد. پیش از اینکه به هر موضوعی در مورد انتخابات بپردازم، جای اون داره که به پیروزی یک فیلمساز جوان ایرانی، خانم آناهیتا قزوینی زاده اشاره بکنم. خانم آناهیتا قزوینی زاده که در آمریکا زندگی میکنن و در شیکاگو درس میخونن و مدرسه سینمایی میرن، فیلم سوزنشون در 66مین جشنواره کن جایزه سینه فونداسیون رو به دست گرفته و جایزه 15,000 یورویی رو به عنوان جایزه نخست این مسابقه به دست آورده. میدونین که ایشون یک سینماگر جوان هستن که در زمینه کارهای سینما به ویژه فیلم‌های کوتاه دارن کار میکنن. دومین فیلمشون رو به جشنواره دادن. باید توجه کرد که ایشون اصلا لیسانسشون رو از دانشگاه هنر گرفتن در رشته سینما و بخش فوق لیسانسشون رو در دانشگاه هنری شیکاگو دارن میگذرونن. جایزه‌ای که به ایشون داده شده یکی از جایزه‌های مهم در فستیوال کن هست. میدونید که در فستیوال کن جایزه‌ها به صورت جانبی به زمینه‌های مختلف پرداخته میشه، افزون بر اون بخش اصلی فستیوال که فیلم‌هایی رو جایزه میده. میدونید از ایران هم تا حالا چندین بار در این برنده شدن در این فستیوال، ولی جایزه‌های فیلم‌های مستند داره، فیلم‌های زبان خارجی هست، در همه زمینه‌های مختلف کار میکنه و به این ترتیب ایشون برنده این جایزه شدن. میدونیم که آقای محمد رسولوف هم برای نمایش فیلمشون به این فستیوال رفتن و فیلم ایشون هم یکی از فیلم‌های پرسرصدایی است که در مورد فیلم‌های قتل‌های زنجیره‌ای در ایران ساخته شده و اگه یادتون باشه یک اتوبوسی به سوی ارمنستان میرفت که بر اساس اون اتوبوس که در ارمنستان میرفت شماری از نویسندگان و روزنامه‌نگارانمون در اون بودن و طرح امنیتی ایران برای سقوط این اتوبوس در دره و کشته شدن چهره‌های دانشگاهی و روزنامه‌نگاران مطرح بود که این فیلم در مورد زندگی این افراد ساخته شده. زندگی افرادی چون بیژن نژندی، علی باباشاهی، مسعود بهنود، فرج سرکویی و محمد علی سپانلو، اینها کسانی بودند که با این اتوبوس قرار بود در این اتوبوسی که به سوی ارمنستان میره و از سوی طرحی که قرار بود از سوی وزارت امنیت ایران یا اطلاعات امنیت ایران اجرا بشه، دچار مرگ
اتفاقی بمیرن، به مرگ تصادفی بمیرن، تصادف و مرگ همراه با هم بشه. میدونید در اون سالها جمهوری اسلامی در ساخت و پرداخت کردن قتل‌های زنجیره‌ای دست بسیار بالایی داشت. انواع این کارها رو در زمینه‌های مختلف انجام دادن. از دوستان ما خبر میدن که فکر میکنم که جناب درویشپور رو تونستن بر روی اسکایپ داشته باشن. خب حالا آزمایش میکنن صداشون رو و به این ترتیب من گفتگو رو ادامه میدم تا اینکه دوستان به ما اشاره بکنن که صدای آقای درویشپور رو هم داریم. در مورد مسئله انتخابات، حالا از مسئله فستیوال کن اگر بگذریم، در مورد مسئله انتخابات بعد از رد صلاحیت شدن ها هر روز داره ماجرا بیشتر و بیشتر شکل تازه‌ای پیدا میکنه و هنوز عده‌ای دارن با آقای رفسنجانی نامه می‌نویسن و تقاضاشون این هستش که آقای رفسنجانی رو صلاحیتش بار دیگر تایید بشه. این داستان رد صلاحیت این روزها موضوع خاصی شده. آقای رفسنجانی که تمام امکانات خودش رو هم هزینه می‌کرد، هرگز نمی‌توانست به این سادگی برای خودش یک اعتبار بیشتر بخره و این اعتبار بیشتر رو در اصل در این روزها مدیون ماجرای رد صلاحیتش است، برای اینکه از چهره‌ای که مورد تردید، مورد پرسش، مورد بسیاری از مسائل در زمینه‌های مالی و همه این نوع کارها هست، حتی از میزان حضورش در دوران قتل‌های زنجیره‌ای گرفته و دادگاه میکنوس، همه به یک سو به یک باره میبینیم که خب چهره متفاوتی ازش ساخته میشه، چهره‌ای که البته بیش از هر کسی نظام در ساختن این چهره دست داره. دلیلش این هستش که وقتی که رد صلاحیت میشه میره به اون سوی خط که حال کسی است که مورد ظلم قرار شده، حقش ضایع شده و تمامی این مسائل. بر تقدیر امیدوار هستیم که بتوانیم در این زمینه‌ها بیشتر گفته کنیم. دوستان از اتاق فرمان میپرسم که آیا آقای درویشپور رو روی خط داریم؟ خب اگر آقای درویشپور رو بیارین روی خط من با ایشون برنامه رو آغاز میکنم. جناب درویشپور صدای منو میشنوین؟ سلام عرض میکنم آقای گوهرزاد گرامی به شما و بینندگان عزیز تلویزیون. دکتر درویشپور عزیز، من از شما سپاسگزارم و از اینکه فرصت دادین که در خدمتتون باشم بی نهایت تشکر دارم. پیش از اینکه وارد بحث انتخابات بشیم، شاید هم این هم به نوعی به بحث انتخابات به هر حال گره میخوره. شما همایش خودتون رو برگزار کردین در هفته گذشته و یکی از پیامدهای همایش یا قطعنامه‌ای که در همایش هست مسئله تحریم هست، تحریم انتخابات هست. به این ترتیب بد نیست اگر می‌خوایم قرار موضوع انتخابات رو آغاز بکنیم با موضوع طرحی که در همایش شما مطرح شد و دستیابی به یک قطعنامه تحریم هست صحبت کنیم. بله، مجددا سلام عرض میکنم به بینندگان عزیز و به همه همکاران گرامی. در گرد همایی ما در واقع روز اول که یک سمینار عمومی بود، 12 جریان از گرایش‌های مختلف حضور داشتند که جملگی به استثنای یکی نمایندگانشون خودشون فرستاده بودن. منظورم از حزب دموکرات کردستان ایران، حزب کمیله ایران، جبهه ملی ایران در اروپا، سازمان فدایان خلق اکثریت، اتحاد فدایان خلق، شورای موقت سوسیالیستای ایران، اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی، خود جمهوری‌خواهان دموکرات و لاییک و مجامع اسلامی ایرانیان که این مجموعه جریان‌ها و سازمان جمهوری‌خواهان ایران جملگی شرکت داشتن، نمایندگان این جریان‌های مختلف و آقای علیجانی هم از طیف ملی مذهبی حضور داشتن که ایشون البته به صفت فردی دعوت شده بودند. در گفتگویی که بر سر بحث انتخابات جریان داشت بین این مجموعه افراد و شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان سازمان‌ها، در واقع ما با 4 نوع نگاه روبرو بودیم. عده‌ای که پیشاپیش نظرشون کامل بر تحریم بود، عده‌ای بیشتر از موضوع عدم شرکت در انتخابات سخن می‌گفتن ما برای مردم نمیتونیم تعیین تکلیف کنیم چه بکنن چه نکنن، اما به عنوان نیروی اپوزیسیون میتونیم بگیم که
ما مثلا شرکت نمی کنیم چون این انتخابات دموکراتیکی نمی بینیم و صحه نمیذاریم برای یک انتخابات غیر دموکراتیک. گروهی هم بودن که معتقد بودن فعلا تا روشن شدن تکلیف آقای رفسنجانی که حذف خواهند شد از کاندیداتوری یا نه باید صبر کرد و بالاخره گروهی هم بودن که اعلام حمایت رو مستقیما مطرح کردن، از جمله آقای علیجانی از طیف ملی مذهبی صریحا نظرشون این بود که باید حمایت کرد. طبیعتا در این سمینار روز اول با این مجموعه بحث ها و گفتگوهایی که صورت گرفت بیشتر نیروهای جمهوری خواه به گمان من تمایلشون به عدم شرکت در این انتخابات بود، حتی قبل از حذف آقای رفسنجانی. و وقتی که تا اونجا که به خود جمهوری خواه دموکرات لاییک هم برمیگرده، تو خود گرد همایی پنجم هم در قطعنامه‌اش رأی به تحریم داد. البته در جمهوری خواه دموکرات لاییک دو تا نظر بود. یه نظر میگفت ما فقط کافیست بگیم شرکت نمی کنیم، بگذاریم مردم خودشون تصمیم بگیرن چگونه عمل میکنن با توجه به مجموعه شرایط. برخی هم معتقد بودن ما باید سیاست تحریم رو صریح اعلام بکنیم و یک تحریم فعال رو سازمان بدیم. به هر حال در جمهوری خواه دموکرات لاییک نظر تحریم رأی اکثریت رو آورد و این مبنای کار. فکر میکنم امروز پس از حذف آقای رفسنجانی احتمالاً گرایش به تحریم از قوت و شدت بیشتری برخوردار بشه. البته بستگی داره طیف اصلاح طلبان چه خواهند کرد، آیا روی روحانی یا عارف در واقع سرمایه گذاری خواهند کرد یا اینکه رفتار حاکمیت رو نوعی تحقیر تمام عیار خودشون تلقی میکنن و سر باز میزنن. من ارزیابیم اینه که تو نوشته‌های قبل از انتخابات هم گفتم، شخصا هم بیشتر معتقد بودم که ما که امکان شرکت در این انتخابات نداریم و شرکت هم نخواهیم کرد. ارزیابی من اینه که جمهوری اسلامی ایران و رهبری ولی فقیهش تصمیم گرفته اصلا ریاست جمهوری روی امر بیخاصیت بکنه، تصمیم گرفته که مثلا نوعی عروج نوبنیادگرایی اسلامی که صدور باز هم اسلام به منطقه و طالبانیزی کردن روابط و فرهنگ داخل کشور و حتی دانشگاه ها رو و در عرصه سیاست هم ولایی کردن مطلق حکومت نشانه هایی از این تلاش برای نوبنیادگرایی اسلامی است. ارزیابیم اینه که بود و هست که ولی فقیه به سادگی عقب نشینی نمیکنه. اینا وقتی توانستن جنبش سبز رو بالاخره سرکوب بکنن، به چه مناسبت الان عقب نشینی کنن و میدان بدن که نیروهای پراگماتیسم و اصلاح طلب میدان رو به دست بگیرن؟ من ارزیابیم اینه که آنها نگران اینن کوچکترین عقب نشینی حکومت با توجه به اوج انفجار، فضای انفجاری که در جامعه وجود داره، اوج نارضایتی‌هایی که وجود داره، عقب نشینی اینها به تعرض گسترده مردم منجر خواهد شد و اینها از گردونه قدرت حذف خواهند شد. از این نظر به نظرم کمر بستن به این که به هیچ وجه اجازه ندن اصلاح طلبان و حتی نیروهای پراگماتیسم شانسی برای در واقع پیروزی در انتخابات داشته باشن و مایلن ریاست جمهوری اگر تونستن حذف کنن این پست رو، اگر هم نشد انقدر بی‌بو خاصیت بشه. حضور رفسنجانی باعث میشد که یک فضای کشمکش سیاسی بالا بگیره، ریاست جمهوری باز هم اهمیتی پیدا بکنه، اما با رد صلاحیت ایشون و مشایی در واقع سعی میکنن انتخابات رو واقعا دیگه به یک انتخابات کاملا فرمایشی کنن. جناب درویشپور، برای اینکه ما میخوام یه مقدار دوربین شما رو تنظیم کنیم شما صورتتون کاملتر دیده بشه، خیلی ممنون. من خب الان خیلی عالی شد، ببخشین. خب
برویم. من پیش از این که حالا برای اینکه سخن قطع شد بگم که من آقای دکتر مهرداد درویشپور رو وقتی که نوجوان بودن و من معلم کتابخونه بودم، حالا فکر نکنید که مثلا من معلم کتابخونه بودم 70 سالم بوده، امروزم 93 سالمه، ولی خب مثلا 5 سالی از ایشون بزرگتر بودم. ایشون نوجوانی بودم پرشور و به یاد دارم که در کتابخونه‌های قانون پرورش شکلی، یعنی بچه‌ها در همه کتابخونه‌های قانون عرصه تاخت و تاز بچه‌هایی بود که مشخص بود که در آینده بر روی در زمینه‌های سیاسی، هنری و موسیقی در همه این زمینه‌ها فعال خواهند بود و بسیاری از همدوره‌های ایشون و نسل گذشته ایران که بخوایم بگیم نسل میانه هست، در همه زمینه‌ها من این روزا که نگاه میکنم به هر حال مایه سپاس و خوشحالی داره. و برای اینکه فقط یک لحظه تا این دوربین رو جابجا بکنن خواستم یک قطعی بکنم که باز برگردیم اینو گفتم اعلام بکنم. من بسیار خوشبختم و سعادت من بوده که معلم بزرگواری چون شما رو داشتم. خواهش میکنم. در واقعیت اونطوری که قانون در پرورش فکری ما بی نهایت نقش داشت و حضور کتابدارا، معلم‌ها و چهره‌های فرهنگی که در پرورش یک فرهنگ ترقیخواه در میان جوانان و نوجوانان، کودکان و نوجوانان عضو قانون نقش داشتن غیر قابل انکاره و من به راستی بخشی از شکل‌گیری هویت فرهنگی ما مدیون قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و وجود اساتید و مربی‌ها، کتابدارها و معلمان عزیزم شد. خود من هم همینطور فکر می‌کنم که نسلی از ما و ببینید نسلی از فیلمسازا از آقای کیارستمی گرفته تا بقیه، همه اینا اولین کارهاشون رو در قانون آغاز کردن و امروز در عرصه بسیار توان هستن. حالا بگذریم از این مسائل، در این زمینه‌ها بیشتر در آینده صحبت کرد. مسئله انتخابات اهمیت داره. شما به آمدن رفسنجانی و مشایی و رد صلاحیتشون اشاره کردین. در این یکی دو روز بعد از رد صلاحیت جناب دکتر درویشپور عزیز بحثی مطرح شده و اون هستش که حکم حکومتی میآید یا نمیاد. امروز آقای علم‌الهدی یک نوع حرف دوگانه زدن، گفتن حکم حکومتی که داده نمیشه ولی رهبر میتواند تقاضای تجدید نظر بده، قرار نیستش که شورای نگهبان رو نظرش رو رد بکنه. البته پیش از این ایشون نظر شورای نگهبان رو با حکم حکومتی رد کرده. شما فکر می‌کنید که تا چه اندازه میتواند نشان دهنده این تزلزلی که در درون حاکمیت به وجود اومده با همین رد صلاحیت باشه؟ ببینید به هر حال فشار بسیار بالاست بر حکومت، این رو انکار نمیشه کرد. این فشار از فشار بخشی از کارهای خود حکومت جمهوری اسلامی هست، چه گرایش‌های اصلاح طلبی که هنوز در حکومت باقی هستند و چه گرایش پراگماتیست که به دور رفسنجانی گرد آمدن و حتی بخشی از اصولگرایان موسوم به معتدل ناخرسندی خودشون رو از نحوه برخورد با رفسنجانی و بیم خودشون رو از این ماجراجویی اعلام کردن. بنابراین بی تردید فشار بسیار بالاست. افکار عمومی جامعه و بخش از بدنه حاکمیت و سطح جهانی هم می‌بینیم، حتی ایالات متحده آمریکا رسما اعتراض کرد به بله. آقای جان کری دیر اعلام کردن که این در واقع دموکراسی نیست، هیچ گامی از دموکراسی درش دیده نمیشه. بله. بنابراین در اینکه به حکومت فشار بسیار بالاست تردید نیست. آیا عقب نشینی خواهند کرد؟ شاید، ولی من ارزیابیم اینه که حکومت در این بار در بازی شطرنجش با جریان اصلاح طلب و پراگماتیسم بیشتر سعی کرد اونها رو بازی بده، یعنی کار رو به دقیقه 90 بکشونه و بعد آچمزشون کنه، دچار شوک بکنه، اون خوشبینی اولیه رو از بین ببره. ببینید شما حتی اگر بخواید این انتخابات رو تحریمی گسترده بکنید باید فرصت داشته باشید برای تحریم هم تبلیغ کنید. درسته. وقتی شما تا آخرین لحظه نمیدونید چی کار باید بکنید، آیا باید، منظورم ما نیست که به حال تکلیفمون روشنه، منظورم همون چهره‌های اصلاح طلب و پراگماتیسته که نمیدونن آیا باید روی روحانی سرمایه گذاری کنن، روی عارف سرمایه گذاری کنن، روی خود رفسنجانی مجددا امید ببندن، یا اینکه در واقع باز هم تا روزهای آخر بمانند. شما
چند هفته دیگه بیشتر، 2 هفته بیشتر به انتخابات نمونده. بله نزدیک کمتر از 21 روز. بله درست همین اندازه. بله 2 هفته و نیم در واقع یا 3 هفته به انتخابات بیشتر وقت نمونده و در این فاصله بسیار کم شما وقتی نمیدونید چه موضعی رو باید بگیرید، نشان دهنده یک تاکتیک حریفه که میخواد شما رو در یه موقعیت آچمز قرار بده. میشه اینم گفت که شاید این تراژدی جامعه ایرانه که بنبست سیاسی بگونه است. ولی فقیه میخواهد حکومت یکسره ولایی رو داشته باشد اما نمیتواند. مخالفین اون میخواهند ولی فقیه رو به عقب برانند اما به سادگی نمیتوانند و این موقعیت به اصطلاح دوگانه نوعی بنبست در هر طرف ایجاد کرده. من در هیچ انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران به خاطر ندارم این گونه همه دچار گیج‌تری باشن، از خود ولی فقیه و گروه مربوطه به اون گرفته تا گروه اصلاح طلب و پراگماتیک تا اپوزیسیون خارج. با این همه من اندکی بدبینانه نگاه میکنم، به این معنی که فکر میکنم اگر یک موج قدرتمند جلوی ولی فقیه رو نگیره، این ارزیابی رو دارم اینا به راستی کمر همت بستن که یک سره از شر اصلاح طلبان و حتی نیروهای پراگماتیست خلاص بشن، حتی اگر هزینهش بالا باشه، ولی با سرنوشتی روبرو نشن که اونها بتونن ریاست جمهوری رو به یک نیروی فعال تبدیل کنن، در پرتو اون بتونن خودشون رو بازسازی کنن. اگر بالاخره رفسنجانی کاندید بشه قطعا رأی خواهد آورد، اگر پذیرفته بشه قطعا رأی خواهد آورد و رأی هم بیاره، خب آزادی موسوی و کروبی از نخستین انتظاراتی خواهد بود که جامعه خواهد داشت و جامعه توقعاتش رو افزایش خواهد داد. به نظر من برای اینکه جلوی افزایش توقع جامعه رو بگیرن سعی کردن در نطفه ماجرا رو خفه کنن و من بعید میدانم که فکر میکنم حتی ترجیح میدن یک انتخابات بی شور و بی حرارت داشته باشن اما میدان ندن به هیچ وجه کاندیدای پراگماتیستا یا اصلاح طلبان به قدرت. جناب درویش اجازه بدین یه 2 دقیقه به پیام‌های بازرگانی بریم، به چند دقیقه و بازگردیم و با سر فرصت برنامه رو پی بگیریم. دوستان پیام‌های بازرگانی رو اگر چنانچه علاقه‌مند به کسب درآمد بیشتر هستید، حال می توانید با استفاده از نرم افزار خودکار ارائه شده توسط bullseyetraders.com در 24 ساعت شبانه روز در شبها حتی بدون آنکه بیدار بمانید کار خرید و فروش شاخص‌ها را به نرم افزار خودکار محول کرده و دارای درآمد احتمالی شوید. فرمانرز وحدت‌شاه هستم، مدیریت بولزای تریدرز. خیلی خوشحالم خدمتتون عرض کنم که کمپانی بولزای تریدرز سیستمی که چندین سال به طور متوسط درآمد ماهیانه 50% داشته، در حال حاضر به صورت خودکار و اتوماتیک برای خرید و فروش و پول درآوردن احتمالی در مارکت به شما عرضه می‌کنه. حال می توانید بدون آنکه مجبور شوید در کنار کامپیوتر قرار گیرید، در شبانه روز من جمله در شبها در زمانی که خواب هستید کسب درآمد کنید. در کلاس‌های رایگان اولیه بولزای تریدرز با مراجعه به وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس شرکت کنید. bullseyetraders.com. دفاتر حقوقی دکتر خسرو اسلامی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا در خصوص مهاجرت به آمریکا، اخذ گرین کارت از طریق فامیل، از طریق اجازه کار دائم، نامزدی و ازدواج و از طریق سرمایه گذاری، گرفتن انواع ویزا، ویزای نامزدی، تحصیلی و ویزای تجاری، ویزاهای اقامت دراز مدت،
از طریق کار و مدرک لیسانس، از طریق سرمایه گذاری کوچک و خرید کسب و تجارت و از طریق کار با ثبت شرکت و مدیریت شعبه یک شرکت خارجی در داخل آمریکا، گرفتن تابعیت آمریکا. دفاتر در لس آنجلس و در ولی. 818 883 5510 310 441 5510. دکتر زهره میزراهی، وکیل محبوب جامعه ایرانی، نامی شناخته شده در دادگاه‌های مهاجرت آمریکا. با تجربه درخشان 22 سال وکالت موفق در کلیه امور مهاجرت، جهت رسیدگی به پرونده مهاجرتی شما برای گرین کارت از طریق سرمایه گذاری، خانوادگی و تجاری، دفاع حقوقی پرونده اخراج از آمریکا در دادگاه‌های مهاجرت، کلیه امور پناهندگی، کلیه امور استیناف. تلفن 310 843 94 94 310 843 94 94 www.zohremizrahi.com. تلویزیون اندیشه با تکیه به انبوه تماشاچیان فهیمش در سراسر جهان محل مناسبی برای معرفی حرفه و تجارت شماست. برای یافتن مشتریان ارزشمند و افزایش درآمد خود با بخش بازرگانی ما تماس بگیرید تا یکی از کارشناسان بازاریابی ما راه‌های موجود را با شما مرور نموده و با توجه به بودجه شما بهترین ایده‌های بازاریابی را ارائه نمایند. تلفن بخش بازرگانی 818 734 7120. اسپانسر این برنامه از توجه شما بینندگان گرامی سپاسگزار است. بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. رضا گوهرزاد هستم و در روز 25 ماه می 2013 که برابر است با 5 خرداد ماه 1392 برنامه پویش را به شما پیشکش می کنم. پیش از اینکه به موضوع بپردازیم و با مهمان برنامه آقای دکتر مهرداد درویشپور گفتگو رو ادامه بدم، اشاره بکنم که فردا از ساعت 2 تا 4 پس از نیمروز به وقت شرق آمریکا که میشه ساعت 11 به وقت غرب آمریکا، در اتاق سکولار دموکراسی فور ایران 2 از سوی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران نشست پالتاکی برگزار میشه که اتفاقا آقای دکتر مهرداد درویشپور از جمهوری خواهان دموکرات و لایک در مورد همایششون و مسئله تحریم انتخابات در اون پالتاک صحبت خواهند کرد. به این ترتیب کسانی که گفتگوی مفصلتر و طولانیتری رو و بحث‌های رو میخوان شاهد باشن که بحث‌های چند جانبه خواهد بود میتوانند به اون سر بزنن. بار دیگر میرویم سراغ آقای دکتر مهرداد درویشپور و با سپاس از حضور ایشون. جناب درویشپور، در روزهایی که رد صلاحیت مطرح شده حرفای متفاوتی آمده. یکی این که همین امروز خانم اعظم طالقانی به مسئله اعتراض به رد صلاحیت کردن و از آقای رفسنجانی بر روی حمایت کردن. دیگر این بود که آقای موسوی اردبیلی هم تلاش کردن که ایشون هم دلجویی بکنن، ولی به سبک دلجویی‌های همیشگی خودشون یک خطی هست، یک خط بیشتر نیست، یک خطی به مفهوم یک خط بیشتر و از آقای رفسنجانی. ولی آقای علم‌الهدی پاسخی به دختر آقای خمینی دادن، گفتن که نه تنها این دروغ است و نامربوط است و دلیل آوردن، گفتن که امام راحل در تشخیص فقیه بسیار آشکار بودن و آشنا و مشکلی نداشتن. چطوری ممکن است که اشتباه بکنن و 2 نفر رو اعلام بکنن؟ و اینکه دختر آقای خمینی رو که میتونسته تنها شاهد اون روزها باشه که ایشون هم اسم آقای خامنه‌ای رو بیاره، هم رفسنجانی رو، و یا در اون گفتگوها باشه، دروغگو خطاب میکنن. یعنی این
وزن کشی و گردن کشی در برابر هم دیگه مرز نمیشناسه. می‌خواستم مثلا نظرتون رو در مورد این حرکت هایی که کوشش میکنه رفسنجانی رو برگردونه که البته بعید به نظر من هست چگونه میبینی؟ ببینید اجازه بدید من یک ذره به عقب‌تر برگردم. بسیار عالی. این نکته رو که بسیار از جامعه شناسان تاکید کردن که نظام‌های توتالیتر، اصلا اینکه انقلاب فرزندان خود را می‌خورد، در مورد جمهوری اسلامی ایران کار به اونجا کشیده که انقلاب پدر انقلاب رو در واقع داره میبره، یعنی رفسنجانی بیش از اون فرزند انقلاب باشه به نوعی به عنوان یکی از معماران اصلی نظام پدر نظام محسوب میشه و اینکه این نظام خود اون رو هم داره میبره نشان در واقع اوج بحرانی است که حکومت باش سر کار داره. اما اجازه بدید به این نکته اشاره بکنم که به نظر من اساساً با مرگ خمینی اقتدار کاریسماتیک در ایران با یه بحران روبرو شد. یعنی جمهوری اسلامی ایران، انقلاب ایران به یک رهبری فرهمندی کاریسماتیک خمینی منجر شد و جای اقتدار سنتی پهلوی رو اقتدار کاریسماتیک و پیشواگونه خمینی گرفت که ویژگی‌های خودشو داره. اقتدار کاریسماتیک اقتداری است که توش نه قانون موضوعیت داره، نه سنت نقش داره، بلکه کلام رهبر خودش حجته. مردم اگر تو اقتدارهای سنتی اصلا مردم هم حضور ندارن، تو اقتدارهای کاریسماتیک مردم حضور دارن ولی انتخاب کننده نیستن. مردم بیعت میکنن، میگرون، خودسپاری میکنن. بنابراین نظام کاریسماتیک با نوعی خودسپاری عاطفی توده ها به رهبر و کلام رهبر و اندیشه رهبر همراست و چون و چرا هم بر نمی‌داره. کلام رهبر برتر از قانونه. خب در دوره زندگی خمینی شاهد این فرایند بودیم در ایران. درست. با مرگ ایشون در واقع نظام کاریسم دچار بحران شد در ایران و این بحران رو معمولا بحران‌های کاریسم به این گونه است که یا اقتدار سنتی میشه، مثلا کیم ایل سونگ فرزندش رو جانشین خودش میکنه برمیگردیم به اقتدار سنتی، یا اینکه اقتدارهای عقلانی شکل میگیره، یعنی یک نوع نظام دموکراتیک جایگزین میشه. در جمهوری اسلامی ایران اساسا اینکه با تقلای از جمله خود آقای رفسنجانی خامنه‌ای شد ولی فقیه، نه این شد دقیقاً نه آن، نه ما فرایند اقتدار سنتی به اون شکلی که مثلا در کره شمالی یا کشورهای نظیر اون شاهد بودیم روبرو شدیم، نه یک اقتدار دموکراتیک جایگزین شد. خب آقای خامنه‌ای نتوانستن هرگز و نمیتوانستن به نوعی بنابر تعریف اون اقتدار کاریسماتیک خمینی رو داشته باشن. در نتیجه این بحران کاری همواره گریبان این نظام رو بعد از مرگ خمینی گرفت. فرایند که رفسنجانی دنبال میکرد این بود که مثل چین ماجرا رو حل و فصل کنیم که بعد از مرگ مائو تسه کم کم به اصطلاح با روش تنگ سیاوپینگی کشور رو به گونه پراگماتیستی به نظام سرمایه‌داری برگردونه بدون اینکه دموکراسی سیاسی بیاره. دوران رفسنجانی دوران به اصطلاح موسوم به دوران سازندگی به اصطلاح از نظر خودشون بود، یعنی اصلاحات اقتصادی، درسته، تعامل با غرب، اما به هیچ وجه دموکراسی سیاسی نباشه و اون به نوعی نماینده پراگماتیسم بود. اصلاح طلبان وقتی شکل گرفتن در جریان 2 خرداد یک صدای دیگری بودن، صدایی که بر این باور بودن که ایران به تنگ سیاوپینگ احتیاج نداره، به گورباچوف احتیاج داره و به اصطلاح خاتمی رو میخواستن به نوعی گورباچوف ایران بکنن. اصلاح طلبی تلاشی برای عقلانی کردن نظام سیاسی ایران در چارچوب حاکمیت دینی تلاشی که کردن. این تلاش دستاوردهای خودش رو داشته و شکستهای خودش رو خورده، به خاطر اینکه به گمان من نظام دینی رو بخوایم عقلانی و دموکراتیک بکنیم مگر اینکه در مغز مردم یه جعل تاریخی بکنیم، مثل اینکه مثلا از من یه آدم خیلی قد بلند بخوام بسازن با حاکمیت دینی. این با حاکمیت دینی میسر نیست یک نظام عقلانی دموکراتیک رو در شکل بخشیدن.
بنابراین جریان بنیادگرا با این همه میدونست که اصلاح طلبان که حذف شدن یک دور از قدرت، در واقع اگر دوباره میدان پیدا بکنن سطح توقع جامعه رفته بالا، بهار عربی هم که الان باش روبرو بودیم و کلا فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی سر مسئله هسته‌ای بالاست. بنابراین میدونستن که حذف کامل از قدرت روبرو خواهم شد. از این نظر با کودتای انتخاباتی سال 88 تصمیم گرفتن که یک بار برای همیشه پرونده این ماجرا رو ببندن و نذارن روش به اصطلاح تحول مدل اروپای شرقی یا انقلاب مخملی پیش بره در ایران. و خب با سرکوب قدرتمند جنبش سبز نشان دادن به هیچ وجه اهل هیچ مدارا و سازشی نیستن. در عین حال واقعیت اینه که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت استبدادی، توتالیتر یا شبه توتالیتر، به هر حال حکومت یک دست نیست. گرایش پراگماتیستی داخل حکومت هم قدرتمنده. امروز هم که اصولا نفوذ ولی فقیه آنقدر کم شده که آن رئیس جمهور کودتاچیش به یک شاخی در برابر خودش تبدیل شد. آقای رفسنجانی هم که دیگه خاتمی نیستش که به حال به لحاظ جایگاهش در نظام از وزنه برجسته تری برخورداره و بنابراین اگر ایشون میدون پیدا بکنن قطعاً ولی فقیه رو به عقب خواهند رفت. اولردی به اصطلاح همین به نفس کاندیداتوری مشایی و رفسنجانی یعنی تضعیف موقعیت ولی فقیه. درسته. و به نظر من تمایل ندارن این وزن کشی ادامه داره. یعنی اون ور سعی کرده با حذف بگه که بنشینید سر جاتون، ما اصلاح طلبان رو اصولاً پشت سر گذراندیم و تحت شرایطی آمادگی بازگشت به اون دوره رو نداریم. در این حال ائتلاف اصلاح طلبان و پراگماتیستا به گونه است که فکر میکنم همچنان با وزن کشی سعی میکنن نگذارن فرایند ولایی شدن حکومت به اصطلاح کامل پیش بره. یعنی فکر میکنم در این زمینه یک مقدار چیز هستن، یک مقدار نگاهشون به این گونه است که نوعی از مقاومت رو سازمان بدن که ضرورتا این مقاومت بر نافرمانی مدنی استوار نیست. چون اگر آقای موسوی و کروبی میتونستن مردم رو به تظاهرات فرا بخونن، آقای رفسنجانی این کاره نیست. درسته. و اینه که یعنی چیزی پیش نخواهد اومد در این زمینه. جناب درویشپور، برویم سر این مسئله به هر حال یک سره شدن ماجرای آقای و آمدن یعنی آقای جلیلی. به این ترتیب ببینین با اینکه اصولگراها آمده بودن قالیباف و آقای ولایتی و حداد عادل رو برده بودن و تصور میکردن همون روزهای اول هم آقای ولایتی اعلام میکردن که اونچه که رهبر خواهد خواست ما خواهیم، یکی از ما خواهد اومد، و یکی از 3 نفرشون رو به نوعی گل سرسبدی میدونستن که رهبر خواهد خواست. ولی سپاه و مسئله حضور سپاه و خواست سپاه موجب شد که جلیلی در آخرین لحظه ها بیاد و وارد میدان انتخابات بشه و حال همه چیز رو به سوی خودش یکسره بکنه، تا جایی که ولایتی میاد میگوید که من حالا کنار نمیروم، ولی همچنین حرف محکمی هم از این که کنار نمیرود و چه خواهد کرد نمیزنه. حالا شما به مسئله دقیقه 90 اشاره کردین، بذارین من هم به همین شکل مطرحش بکنم که چگونه مطرح شه. من فکر میکردم که آقای هاشمی و یا اصلاح طلبان به نوعی توپ رو به زمین آقای رهبر انداختن و آقای رهبر به جای اینکه این رو پاسخش رو بده به اوت داد، فرستاد به بیرون از زمین و به این ترتیب دوباره حالا توپ رو اگر بخوان تعیین کننده باشن و معنایی به خودشون ببخشن، آقای رفسنجانی باید حرکتی بکنه و چون حرکتی نمیکنه و هیچ به مردم رو به خیابان نخواهد خواست و اعتراض نخواهد کرد، به این ترتیب توپ رو بازنده میشه و کنار میره. نظر شما در مورد این اون چیزی که رفسنجانی در این روزه کسب کرده به عنوان قهرمان و اون چیزی که به سرعت از دست خواهد داد چیست؟ ببینید، رفسنجانی به هر حال در مقایسه با موسوی و کروبی اولا نگاهش متفاوته.
موسوی و کروبی درسته یکی ریاست مجلس رو به عهده داشته، یکی هم نخست وزیر یکی از خونبارترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران بوده، اما با ایستادگیشون در برابر اراده ولی فقیه و همراهیشون با جنبش صبر به راستی به نمادهای جدی در این جنبش تبدیل شدن و اونها به نوعی نه راه برگشتی رو داشتن و فکر میکنم هر زمان هم حصر از سر اینها رفت بشه، فضای سیاسی دیگری ایجاد بشه، این دو شخصیتی هستن که در اذهان عمومی از اعتبار بسیار بیشتری برخوردارند تا مثلا آقای خاتمی یا رفسنجانی یا نظری. اما عملا حوزه اثرگذاریشون گرچه نفوذشون در مردم افزایش پیدا کرده، اما اثرگذاریشون بر قدرت سیاسی تقریبا به صفر رسیده. درسته. آقای رفسنجانی به عنوان میانه باز که حیات و ممات و هستیش به این میانه بازی و این پراگماتیسم گره خورده، به گمان من هرگز سیاستی رو در پیش نخواهند گرفت که موقعیتی مشابه موسوی و کروبی این به دست بیارن. نه مردم رو به تظاهرات فرا خواهند خواند و نه اینکه اساساً رویارویی رو انقدر گسترش خواهند داد که به اصطلاح کار به جای باریک بکشه. فراموش نکنیم به هر حال ایشون خواستار حفظ نظام هست. درسته. شاید این رو در نظر بگیریم رفسنجانی موقعیتی که پیدا کرده، من در یک مقاله فکر کنم در همین سایت گویا و جرس و اخبار روز همین دو سه روز پیش منتشر شد اشاره کرده بودم که شاید آقای رفسنجانی نقطه تلاقی ملت و حکومت بشه، یعنی اینکه ملتی که از ولی فقیه ناراضیه اما زورش نمیرسه با یک چالش دموکراتیک اون رو به عقب برونه، به رفسنجانی ممکنه بسنده کنه و نظام هم اگر نتونه بنیادگرایی اصولگرایی رو که میخواد تحمیل مردم کنه با یک حرکت لجام گسیخته تحمیل بکنه، شاید ناگزیر بشه در نهایت به رفسنجانی تن بده. به این معنی نقطه تلاقی به اصطلاح حاکمیت و ملت بشه. به گمان من رفسنجانی در این بازی برد ولی کوتاه مدت خواهد بود. برد الان به یک قهرمان بدل شد ولی کوتاه مدت خواهد شد. بله همین منظورمه. قربان زیادش آدمی که یک همچین نقش به هر حال تعیین کننده‌ای در این نظام داشته، درسته، در تبهکاری‌های این نظام، در به هر حال فسادهای اقتصادی جامعه، در کشتار این نظام، در کشتار دهه 60، بله دیگه، در تمام تبهکاری‌های این نظام نقش برجسته‌ای داشته. امروز به گونه‌ای شده که کمتر کسی نوک تیز حمله رو بر روی ایشون میگذارن و برای افکار عمومی بخش مهمی از افکار عمومی تازه به قهرمان ملی تبدیل شده. شما نگاه کنید اصلاح طلبان رفسنجانی رو تا مجلس ششم حذف کردن. درسته. و امروز به نماد اصلاح طلبان تبدیل شده. خب این همه چرخش در عرض کمتر از یک ماه به خاطر کاندید شدن در یک به اصطلاح ریاست جمهوری که تازه حذفم شدن، حذفشون هم اعتبار ایشونو بیشتر کرد. درست. یعنی مردم امروز به این گونه است، اولا هر کسی از ولی فقیه فاصله بگیره مردم در نظر مردم محبوب میشه. آقای رفسنجانی جای خود داره. کودتاچی سال 88 احمدی نژاد به خاطر ایستادگی در برابر خامنه ای و مشایی که به اصطلاح سوگلی ایشون هستن، چهره مورد حمایت ایشون هستن، کلی محبوبیت به دست آوردن به رغم اون نقش وحشتناک تبهکارانه‌ای که داشتن. بنابراین از این نتیجه اینو میشه گرفت: یک، ولی فقیه منزوی‌تر از هر زمان دیگری شد. دو، ریزش نیرو دایرش گسترده‌تر از ریزش اصلاح طلبان شده. حتی پراگماتیستا و حتی بخشایی که حول حلقه مشای احمدی نژاد گرد آمده بودند هم فاصله گرفتن و حتی بخش از اصولگرای معتدل. سه، برخلاف اونهایی که تو سال 88
و یا حتی تا این اواخر یا حتی امروز تلاش میکنن رهبر رو قانع کنن، راضی کنن، راهنمود بدن، توصیه کنن که به عنوان پدر ملت عمل کنه. تمام کارنامه ای از کودتای سال 88 تا امروز نشون داد که نقش کلیدی رو در سرکوب مردم شخص خامنه‌ای داشته. نماد اصلی قدرت شخص خامنه‌ای است و میزان انزجار همگانی انقدر زیاده که همونطوری گفتم هر کی باش فاصله میگیره محبوب میشه. در مورد آقای رفسنجانی من فکر میکنم ایشون نمیخواد موقعیتی، طبیعتا اگر فاصله بیشتر بگیره میتونه محبوبیتش باز در مردم بیشتر بشه، ولی نمیکنن این کارو. من فکر کنم به موقعیت کنونی خودشون راضی هستن که هم بخشی از حاکمیت براشون احترام قائل باشه، هم بخشی از جامعه. اینکه جامعه ایران انقدر دچار وضعیت تراژیکی شده که نمیتونه یک نماینده دموکراتیک داشته باشه، نمیتونه یک مصدق زمانه داشته باشه و مجبور به عبای آقای رفسنجانی آویزون بشه، رفسنجانی به اصطلاح اتکال کنه. این نشانه هاست و نشانه در هم کوبیده شدن یک جامعه‌ای که به هر حال در پی فرصت برای پیشروی است، از هر تضادی هم استفاده میکنه، اما در این حال نشان دهنده کاهش توقعاتش هم هست. فکر میکنم استیصال مردم نقش مهمی در این مجموعه فضایی که با روبرو هستیم. جناب درویشپور عزیز، 3 دقیقه‌ای به پایان برنامه مونده. میخوام نظرتون در مورد آقای جلیلی که به هر حال هم سپاه رو هم رهبر رو نمایندگی خواهد کرد و اگه انتخاب بشه فردی خواهد بود که بحث کشورهای خارجی است که یک نفر رئیس جمهور بیاد در مورد مسائل اتمی صحبت کنه. ایشون هم که فرد اتمی است ولی از الان گفته که هیچ عقب نشینی نخواهیم کرد در مورد مسائل اتمی. در فاینانشال تایمز اصلا خط و کشیده و حتی آب سرد و ریخته رو دست غربی ها که ایشون نه تنها عقب نشینی نخواهد کرد، بیشتر هم در موضعش ایستادگی خواهد کرد. نظرتون در مورد آقای جلیلی و حضور قدرتمند سپاهیان در انتخابات؟ ببینید، من ارزیابیم قبل از این مجموعه کاندیداتوری این بود که نظام به سمت بسته‌تر شدن داره سوق پیدا میکنه و این خوشبینی و توهمی که فکر میکنیم فضا برای یک انتخابات ایجاد خواهد شد. نظرم برای این بود که حکومت میره چهره میلیتاریزه تر میشه، پلیسی تر میشه. انتخاب جلیلی اصلا نماینده این قضیه است. به نظر من بحث عروج نوبنیادگرایی اسلامی که گفتم، اینکه یک به اصطلاح رئیس جمهور بیخاصیت ولی تا مغز استخوان سرسپرده رهبر و نهاد امنیتی نظامی سپاه در رأسش باشه، خودش نشان دهنده این هستش که چگونه داره حکومت خودشو بیشتر میبنده. من ارزیابیم اینه که حکومت نگاه میکنه میگه اگر عقب نشینی کنه، حتی مثل قذافی همکاریایی هم بکنه، باز زیرابش زده خواهد شد. بنابراین فکر میکنه جز نیروی سرکوب هیچ راه دیگری نداره و حکومت در پی دستیابی به سلاح اتمی و سرکوب شدیدتر در داخل. بنابراین انتخاب یه رئیس جمهوری که کاملا بیخاصیت از لحاظ قدرت نمایی در برابر رهبر و به یک آلت دست مطلق اونه، هم در تضعیف موقعیت ریاست جمهوری در کشور نقش داره، هم در وفاداری و پرهیز از تنش‌هایی که افراد نظیر احمدی نژاد میتونستن بیافرینن، یا اصلاح طلبان یا رفسنجانی، هم در این حال به جامعه غرب سیگنال بسیار صریحه: ما عقب نشینی تحت هیچ شرایطی نمی کنیم، نه در زمینه هست. اصلا من فکر میکنم مسئله هستی نقش کلیدی داشته در اینکه اجازه ندادن رفسنجانی میدان پیدا بکنه. اینها نه در حوزه داخلی تمایل به عقب نشینی دارن، نه در حوزه بین‌المللی، چون هر عقب نشینی رو فکر میکنن مثل داستان سال 56 خواهد شد که تا حقوق بشر کارتر یک مقدار فضا رو باز کرد، نه از تاک نشانی باقی ماند و نه از پاکستان، و قطعا جمهوری اسلامی این نگرانی به شدت باش روبرو هست که موج انزجار همگانی و تهدیدهایی هم که وجود داره در سطح بین‌المللی این نظام رو بسته تر کرده. و گرچه ما به شدت با حمله نظامی به ایران مخالفیم، به شدت با تجزیه کشور مخالفیم و خواستار حفظ یکپارچگی کشور
و یک تحول مسالمت آمیز در ایران هستیم، من این نگرانی رو اعلام کنم جمهوری اسلامی ایران خطر سوریه‌ای کردن آینده ایران رو به طور جدی پیش روی ما قرار داده و این یک نگرانی جدی است که باید با تمام قدرت عقب رون. یک تحول مسالمت آمیز در ایران روندی است که جامعه ایران و مردم ایران بیش از همه از آن سود. من از شما سپاسگزارم جناب دکتر مهرداد درویشپور عزیز و از اینکه زمانتون رو به ما دادین و در این زمینه گفتگو کردیم و برای خود من برگردان دوران بسیار گذشته بود دیدن چهره، البته نه چهره نوجوان شما، امروز چهره جا افتاده شما و برمیگردونه منو به نزدیک 37 سال پیش و به این ترتیب خیلی گفتگوی خوبی بود. من از شما سپاسگزاری میکنم. اجازه بدین که همراه با شما با بینندگانمون خداحافظی بکنیم و بهشون وقت بخیر بگیم. خب از شما خداحافظی میکنم جناب درویشپور، وقت شما بخیر، به امید گفتگوهای بهتر و بینندگان گرامی به امید روزهای بهتر، به امید آرزوی آزادی برای مردم ایران، همونجور که آقای دکتر درویشپور گفتن و بسیاری از ماها خواهان اون هستیم. حکومتی که جدای دین از دولت باشه، بر مبنای حقوق بشر باشه و مفهومی از استبداد در اون راهی نداشته باشه، اصلا یک واژه کهنه و باطل شده باشه استبداد در ایران. روز و روزگارتون خوش، به امید روزهای بهتر. روز خوش. اسپانسر این برنامه از توجه شما بینندگان گرامی سپاسگزار است. علاقه‌مند به کسب درآمد بیشتر هستید؟ آیا علاقه دارید کار و حرفه شما مورد توجه افراد بیشماری قرار بگیره؟ با ارائه پیام‌های بازرگانی خود با ایده نو و متفاوت و همچنین شرکت در برنامه‌های کارشناسان و متخصصان که توسط من تناز فتحی تهیه و مورد توجه افراد بیشماری قرار میگیره، به کار و حرفه خود رونق بیشتری ببخشید. ارائه پیام‌های بازرگانی شما با ایده نو نتیجه متفاوت‌تر از هر آنچه که تاکنون دیده اید خواهد داشت. برای ساخت و پخش پیام‌های بازرگانی خود با من تناز فتحی با شماره 818 425 1952 تماس بگیرید. At California Web Solutions, everything is possible. Because it's not just about a website, it's about a professional and effective website. It's not just being on the internet, it's being on the first page of Google, Yahoo, and Bing. It isn't just a shopping cart. It's showing your product at the top of Google, Yahoo, and Bing. Because we at California Web Solutions believe that the first impressions are most lasting. So let's get to work. 818-346-0701. www.californiawebsolution.com. از شما دعوت می‌کنیم به سری برنامه‌های دکتر خسرو اسلامی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا در خصوص مهاجرت به آمریکا هر سه شنبه 12 تا 1 بعد از ظهر و هر پنج شنبه 7 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس از طریق تلویزیون اندیشه توجه فرمایید.
دکتر ادموند تاش، دندانپزشک، جراح و متخصص بیماری‌های لثه و کاشت دندان، فارغ التحصیل از دانشگاه نیویورک، عضو آکادمی متخصصین جراحان لثه از آمریکا، عضو کنگره بین‌المللی محققان ایمپلنت، در مطب خود واقع در 6200 ویلشر بولوار در خصوص کاشت دندان ایمپلنت، جراحی لثه، پیوند استخوان فک، بازسازی و زیباسازی لثه‌ها و برطرف‌سازی مشکلات فک و تمیز کردن دندان‌ها بهترین سرویس را به مراجعه کنندگان ارائه می‌دهند. در مطب دکتر ادموند تاش اکثر بیمه‌ها پذیرفته می‌شوند. ویلشر پریودانتیست اند ایمپلنت سرجیکال سنتر واقع در 6200 ویلشر بولوار سویت 1409. برای مدتی محدود دکتر ادموند تاش کاشت دندان ایمپلنت را با قیمت $850 به مراجعه کنندگان ارائه می‌کند. تلفن 323 939 9944. دکتر ادموند تاش، خالق لبخندی زیبا.